به یاد امام هستند، کاروانی از پاکستان که به شهر مدینه آمدند. بنده سید نصرالله حسینی، رئیس کاروان حجاج از جمهوری اسلامی پاکستان از شهر کویته علمدار رود، به قرار ما می آیند تا از خمینی در زندگیشان بگویند. امام کسی بود که نام اسلام را دوباره در جهان مطرح کرد. من استاد فیزیک دانشگاه پاکستان هستم. وقتی درباره شخصیت امام صحبت می کنیم، تصویری از یک شخصیت بزرگ به ذهن ما میاد. تصویرش در هر خانه مومن وجود داره، کتاباش در هر خانه وجود داره. نه تنها برای این مردم در پاکستان، حضرت امام را جزء جسمش میدانه، جزء زندگیشان میدانه. که داستان زندگی امام برای مسلمانان دیگر کشورها نیز روایت آشنایی است. چطور میشه امام رو به یاد نیاریم؟ او که به فرانسه تبعید شده بود ولی تونست شاه رو از ایران بیرون کنه. من اهل سیاست نیستم و خیلی اطلاعات ندارم، ولی شنیدم که ایشون رهبر بزرگ و تاثیرگذاری در دنیا بوده. ما حضرت امام رحمت الله علیه را فقط متعلق به جمهوری اسلامی نمیدانیم، بلکه حضرت امام رهبر و هدایت کننده تمام ممالک اسلامی بودن و هستند. رهبری که هر کدامشان با خود یادگاری از او دارند. یکی از امتیازات او این بود که میگفت باید اسلام در کشورهای اسلامی پیاده بشه. امام خمینی کسی بود که نه تنها در منطقه که در جهان انقلابی را برپا کرد. رابطه برادرانه بین ایران و عراق وجود داره. مردم عراق به ایران و انقلاب اسلامی و امام علاقه دارند. مسلمان‌ها از امام خمینی جرأت گرفتند. مریم جهانی، خبرگزاری صدا و سیما، مدینه منوره.